تلخی درونی، یه تعلق و درد درونی که غیر قابل وصف بود. نبی ما نمیتونست اینو تحمل کنه. 3 سال ما چند روز اگر این قبض و این قنودگی باطن برای ما بیاد چند روز تحملش میکنیم؟ 3 سال تحمل تا جایی که طعنه میزدم به نبی ما. کو رب محمد با محمد قهر کرده، جبریل دیگه پیش محمد نمیاد، دیگه کو وحی محمد بر محمد نیست. نبی ما تو همین حالت تا فریاد منتظر. بعد الله تعالی سوره والضحی رو نازل کرد. این سوره رو که میخونی انسان حس میکنی یه شتاب تو این آیه. قسم گویا جبریل اینجا حامل یک پیامی بود که فوری باید ارسال میشده. قسم پشت قسم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. نبی من قسم به صبح، قسم به شب، الله تو رو ول نکرده، الله تو رو ترک نکرده. چرا الله به روز، چرا الله قسم به شب میخوره؟ ما بین قسم و جواب قسم یه ارتباطیه. این قسم را الله چرا خورده؟ همونطور که تو تاریکی شب حکمت، همونطور که تو نور روز حکمت، همونطور تو آمدن وحی، انقطاع وحی حکمت، تو شادی حکمت، تو غم حکمت، تو سلامتی حکمت، تو مریضی حکمت، هر چی از جانب الله میاد حکمت. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. محمد فکر میکنی من تو رو ول کردم؟ فکر میکنی آینده مال تو نیست؟ آینده مال توه. روزهای خوب در انتظارت. نگران نباش. الله هر چه بخوای به زودی به تو میده. جبریل آمد گفت چی میخوای؟ گفت امت. اگر الله میخواست تو رو ول بکنه اون روزی که یتیم مکه بودی الله تو رو ول میکرد. اگر الله میخواست تو رو ول بکنه اون روزی تو رو ول میکرد که تو علم نبوت نداشتی و به تو وحی فرستاد. اگر الله میخواست تو رو ول بکنه اون روزی که تو تنگ دست بودی و الله تعالی یک زن ثروتمند مثل خدیجه رو سر راه زندگی آورد، الله تو رو ول میکرد. الله تو رو ول نمیکنه. یتیم بودی تو رو ول نکرد، فقیر بودی تو رو ول نکرد، ناآگاه از علوم نبوت بودی تو رو ول نکرد. حالا که وحی خودش رو برای تو فرستاده چند سبایی نفرستاده، فکر میکنی حالا خدا میخواد تو رو ول کنه؟ الله تو رو ول نکرد. یه وقتایی تو زندگی ما احساس میکنیم خدا با ما قهره، فکر میکنیم خدا نمیشنوه، چرا حرفامو گوش نمیکنه؟ خدا هست. سوره والضحی رو که میخونین قسم پشت قسم، این وعده پشت وعده، این گذشته و این نعمتهای گذشته رو هی خدا مرور میکنه. بعد میگی خدا هست. خدای محمده. خدای محمده. نبی رو یه جایی تو انقطاع وحی گذاشت، چند سبایی براش وحی نفرستاد. نبیش تو این ایام توی تلاطم درونی بود، تو حیرت بود، تو گیچی بود، تو سردرگمی بود. چرا وحی نمیاد؟ طعنه ملامت میشنید. منتظر تا اینکه الله آمد با این پیام. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله تو به قرآن رجوع کنیم. قرآن شفاست. قرآن التیام میده دردها رو. قرآن فرداهای روشن رو نشون میده. قرآن تو رو مسیر انبیا و اولیاء نشون میده. قرآن تو رو به مسیر راست و درست راهنمایی